به خدا ظهور نزدیکه، به خدا ظهور نزدیکه، به خدا ظهور نزدیکه، به خدا ظهور نزدیکه. علائم ظهورش داره نشون داده میشه. اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها دارن میگن خدا تو روایت داره در آخر زمان خورشید از غرب طلوع میکنه. چند روز پیشی کلیپ دیدم عکس مسجد الحرام تو کاخ سفید زده شده بود. تو آمریکا و اروپا دارن اذان میگن، تو آمریکا و اروپا دارن یا حسین میگن، دارن پرچم یا ابا عبدالله نصب میکنن. به خدا ظهور نزدیکه، به خدا ظهور نزدیکه، به خدا خبراییه، به خدا خبراییه، به خدا داره مهدی میاد. به خدا آقا داره میاد. آماده باشید، وقت نداریم. خودتون برای سربازیش آماده کنید، خودتون برای خدمت کردن بهش آماده کنید. چجور آماده بشیم؟ دست از گناه بکشیم. شده تا حالا در حال قوس کردن گریه کنی؟ بیا امشب زیر دوش گریه کن. آبی که از دوش میاد بدنتو بشوره و اشکی که از چشمت میاد قلب و دلتو بشوره. زیر دوش به همان بگو مهدی کمکم کن، عادت به گناه کردم، کمکم کن، دیگه حالم از خودم به هم میخوره، کمکم کن. چقدر توبه کنم و بشکرم. مهدی جان له شدم با گناه، مهدی جان دل مرده شدم، اشک چشم خشک شده، جان مادرت کمکم کن.